دیگه ایرم بگم بچه ها داشتم میگفتم یا واقعا مهند بود بچه ها. اولین نفره بود که گفت گوچی تو بازیت خوبه، نسبت به دیگه نفره بازیت خیلی بهتره، برو یوتیوب شروع کن. در کدام سیزون بودم؟ سیزون 17 بودم این گپ دم زد. من سیزون 20 دیوایس گرفتم، آیپد گرفتم، اولین آیپدی گرفتم، اولین سابسکرایب ما مهند بود. یعنی واقعا بچه یک رفیق خیلی خوب که مثل برادر و داداشتان باشه هیچ قیمت نمیشه بالش ما. یعنی بالاتر از صدها میلیارد یورو قیمت، اصلا قیمت نمیشه ما. یعنی انقدر که من کمک کرد، چی در زندگی شخصی من، چی در دنیای سوشال میدیا. امیال اینستاگرام دست خودش است، دیگه پیج تیک تاک هم خیلی پیجام دست خودش است، خودش داره کار میکنه. یعنی واقعا رفیق به این میگن، یک رفیق عالی به این میگن. یعنی واقعا یعنی اگه مهند اگه الان نمی بود خدا میدونست که من شغل مکارم اصلا چی بودم کی بودم.